رستوران ایتا اولین و تنها رستوران تمام شیشه‌ای زیردریایی جهان است. برای آشنایی بیشتر با این رستوران با من همراه باشید. سلام همراهان گرامی، خوش آمدید با کانال HP تراول. من حسینم و در این برنامه یکی از مشهورترین رستوران های دنیا رو با شما معرفی میکنم. اما قبل از این که ویدیو رو شروع کنیم یه نکته مهم رو باید بگم و اونم اینه که من هر هفته از جاهای دیدنی جهان ویدیو آپلود میکنم و یک راه رایگان وجود داره که شما از من و کارم حمایت کنید و اونم به سادگی با لایک کردن، کامنت گذاشتن و سابسکرایب کردن کانال ماست. بریم برای شروع ویدیو. رستوران ایتا در یک جزیره خصوصی به نام رانگالی در اقیانوس هند واقع شده است. رستوران ایتا در حقیقت اولین رستوران تمام شیشه‌ای زیرآبی در جهان است. این رستوران با سطح یا 5 متر فاصله دارد و نمای 180 درجه زندگی زیردریایی را برای بازدید کنندگان خود فراهم می‌کند. کلمه ایتا در زبان تایلندی به معنای مادر مروارید است. طراحی این رستوران از طراحی معاصر اروپا گرفته شده است. رستوران ایتا لقب زیباترین غذاخوری دنیا را دارد. این لقب را به دلیل موقعیت قرارگیری منحصر به فرد به آن دادند. این رستوران در سال 2004 ساخته شده و با محیط لوکس و متفاوتی که دارد توانست افراد زیادی را به خود جلب کند. غذاخوری ایتا به قدر منحصر به فرد و ناب است که توانست در سال 2017 3 جایزه را از آن خود کند. جایزه بهترین رستوران بین المللی سال، جایزه ایجاد تجربه لوکس و خاص و جایزه یک پاتوق لوکس. بدون شک صرف غذا در چنین رستورانی تجربه هیجان انگیز و باید را برایتان خواهد ساخت. و البته توجه داشته باشید که هزینه صرف غذا در رستوران اغلب به صورت میانگین اعلام می شود که الان میگم. نهار برای یک نفر حدود $300 که تقریبا میشه 16 میلیون تومان. شام برای یک نفر حدود $400 که میشه 21 میلیون تومان. حالا شما تو کامنت ها بگید که برای شام خوردن در همچین رستورانی حاضرید اینقدر هزینه کنید؟ ممنونم بابت وقتی که گذاشتید و این ویدیو را تا انتها تماشا کردید. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید حتما تو کامنت ها با من به اشتراک بگذارید و اینکه یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.